دوستان و همکاران عزیزم، عرض درود و ارادت. ما اینجا چالش کارمون پله پیش یا پله دوردار هست. برای برداشت کار اومدیم ابعاد و اندازه ها رو گرفتیم. ارتفاع سقف تا کف تا کف تموم شده و طول مسیری که پله ها هستن در آوردیم و تقسیم کردیم به تعداد پله‌ای که میخوایم. ما اینجا عدد 18 رو انتخاب کردیم برای کارمون و با این کلک که اومدیم مهندسی معکوس کردیم. از نقطه آخر شروع کردیم خط کردن و اومدیم استارت کارمون معلوم شد. برای بررسی کارم اومدیم اول نقشه بردار آوردیم، ابعاد